الرحیم. خب به درسی دیگه از درس‌های یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسیدیم، به عبارتی به قسمتی دیگر از سیمای صحابه. امروز داستان عاصم ابن ثابت رو میخوایم با هم بخونیم. عاصم ابن ثابت، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه هر کسی میخواد بجنگه، پیکار کنه، مبارزه بکنه در میدان جنگ، باید همان گونه بجنگه که عاصم ابن ثابت میجنگه. خب ببینید عاصم ابن ثابت کیه؟ نگاه کنید، داستان رو از اونجا شروع میکنیم که قریش بعد از جنگ بدر آماده شد برای اینکه بخواد در برابر پیامبر خدا در احد قرار بگیره و انتقام خودش رو بگیره. بزرگان قریش و همه غلامانشون و نیروهاشون رو آماده کردن با تمام سلاح، سر تا پا سلاح سنگین، سبک، هر چی که داشتن در اون موقع اومدن برای جنگ با پیامبر، در حالی که سینه هاشون موج میزد از کینه و از عداوت و از دشمنی، چون برای انتقام اومده بودن. اون همون قوانین عصر جاهلی، قوانین عرب جاهلی، از اون هم شکست ها، همشون هم نزدیکترین افرادشون از دست داده بودن تا بتونن این انتقام رو بگیرن. در کنار این نیروی جنگاور و نیروی مجهز با سر تا پا سلاح، خب همسرانشون هم اومده بودن، زنان قریش هم وارد میدان شده بودن تا مردها رو تشویق کنن که در این میدان خوب بجنگن، خوب مقاومت بکنن و از طرفی مبادا میدان رو رها بکنن و زنهاشون اسیر بشن تا بتونن این حمیت و غیرت رو در بین مردان خودشون تشویق بکنن. در هر صورت در رأس این زنان ببینیم چه کسی وجود داره. هند بنت عتبه همسر ابو سفیان، ریته دختر منبه همسر عمرو بن عاص، سلافه دختر سعد و به همراه اون همسرش هست و 3 تا فرزند خودش. خوب دقت کنید، 3 فرزند هم با خودش داره. این طلحه‌ای که هست، طلحه‌ای که غیر از طلحه ابن عبیدالله هست. میگه که سلافه دختر سعد با هم در همراه خودش. خوب داشته باشید این سلافه رو داشته باشید، تو داستان ما رو سلافه میره. همسر خودش باش همراهه و 3 پسرش هم باش همراهه. 3 پسرش هم همراه داره. پسراش کیان؟ مصافع، جلاس و کلاب. مصافع، جلاس و کلاب و همسرش، 4 نفر همراه اومدن و سلافه هم که هم همسر هست هم مادر با جمعیت زیاد از این زنان در این جنگ همراهن برای انتقام گرفتن و تشویق بالاخره سپاه مشرکان در انتقام از مسلمانان. 2 تا گروه مسلمانان روبروی هم قرار گرفتن، شعله جنگ به شدت شعله ور شد و بالاخره شرایط به گونه‌ای بود که زنان هم که سعی می‌کردن با اون ابزارالات موسیقی که داشتن در پشت صفوف بنوازند و فریاد بزنند و تشویق بکنند و با اون طبل داشتن، دف داشتن و هر چی بود و این فریادها رو می‌زدن و تشویق می‌کردن همسران خودشون رو. میگفتن اگر شما رفتید جلو جنگیدید نقبل نعانق، ما شما رو رهاتون نمی‌کنیم، هواتون رو داریم و زنان هم دیگه شما رو در آغوش می‌گیریم، براتون فرش‌های زیبا پهن می‌کنیم، براتون زندگی رو مرفه می‌کنیم. اما اگر شما اومدید در این میدان جنگ ان تدبر نفارق، اگر شما اومدید میدان جنگ رو رها کردید، پشت کردید به میدان جنگ، فراق غیر وامق، چنان از شما جدا میشیم، طلاق میگیریم که دیگه حد و حساب نداره. خوب داشته باشید، خیلی جالبه. اشعار این شعری بوده که از زنان جاهلی در جنگ، زنان جاهلی قریش در جنگ احد میخونن: ان تقبلوا نعانق و نفرش نمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. خب اینو میزدن اون دفها رو، اون صحنه رو، و این سرود این زنان شعله ور بیشتر کرد کینه رو در درون این مردها و حس حماسه رو. بالاخره جنگ این گونه شده بود که قسمت بر این تقدیر بود که مسلمانان در اون جنگ شکست بخورن. جنگ به پایان رسید و پیروزی به نفع قریش بر ضد مسلمانان بود و انتقام خودشون رو هم گرفتن. این زنها هم اومدن، هر کسی بالاخره کشته هایی داشت و شروع کردند و بر اساس اون انتقام بعضی از جسدهای مسلمانان رو شکافتن، مصلح کردن، چشماشون رو در آوردن، گوشهاشون رو در آوردن و بینیهاشون رو بریدن و یک شرایط بسیار بد و بدرفتاری رو میشه که به عبارتی انجام دادن در اون جنگ. برای خودشون گردنبند درست کردن از این گوشها و از این چشمها و از این بینیها و خب میشمرده هر کسی. اما بریم سراغ سلافه.
سلافه دختر سعد، سلافه بنت سعد که هم شوهرش و هم هر سه پسرش در اون میدان جنگ بودن. اما حسابی این از زنای قریشی دیگه فرق میکرد. این دیگه شادمانی نداشت، خیلی مضطرب بود. نگاه میکرد که شوهرش بیاد، یکی از پسراش بیان، 3 تا پسرش بدیدنش، اما هر چی نگاه میکرد در اون میدان جنگ بعد از جنگ خبری از اونها نبود. برخلافی که اون زنهای دیگه خوشحال بودن، انتقامو گرفته بودن، این خوشحالیش پدید نیامد. انتظارش هم طولی نکشید که در میدان جنگ به دنبال کشته ها میگشت که دید که بله، همسرش در بین این کشته ها مرده و بر روی زمین افتاده و به خاک خون گرفته شده. این همچنان مثل شیر میقرید و عصبانی بود و هی نگاه میکرد که ببینه از پسراش چه خبر. بعد دید 3 تا پسرش مصافه و کلاب و جلاس هم بر روی زمین افتادن در پای دامنه احد. مصافه و کلاب که هر دوتا مرده بودن، جلاس هم دیگه داشت نفسهای آخر خودشو میزد. خودشو انداخت روی جلاس و شروع کرد در حالی که اون سکرات موت داشت نفسهای آخر مینداخت، خودش رو سینه این انداخت و سینه پسرش رو آغوش خودش قرار داده بود و خونها رو از چهرهش پاک میکرد و اشکهاش سرازیر بود که به یک مصیبتی مبتلا شده بود. هی میگفت پسرم چه کسی این بلا رو سر تو در آورده؟ هی پسر در شرایطی بود میخواست حرف بزنه نمیتونست. مادر اینقدر اصرار کرد دیگه آخر یک دفعه به صداش بیرون اومد، گفت عاصم ابن ثابت این کار کرده، برادرم رو هم کشته و فلان و فلان، همه رو همین کشته. عاصم ابن ثابت. خب دیگه این هم از دنیا رفت. تصور بکنید این سلافه بنت سعد چقدر در درونش خشم و عصبیت دیگه حالا باید شکل گرفته باشه. اونم اون عرب جاهلی قریشی که همه چیز رو در انتقام و نگاه و انتقام گیری میدید. در چنان شرایطی قرار گرفت دیگه با خودش گفت نگاه کنید، من از این لحظه به بعد قسم میخورم، اون بلات و منات و عزا مثل که امروز به ایکس و ایگرگ قسم میخورن. گفت نگاه کنید، اشک من پاک نخواهد شد، غم من به پایان نخواهد رسید مگر اینکه شما از عاصم ابن ثابت انتقام بگیرید. تا من انتقام از عاصم ابن ثابت گرفته نشه هیچ فایده نداره. یا باید زنده برای من به اسارت گرفته بشه تا من بیام در روی سرش به قول معروف شراب بنوشم، یا اینکه جنازه‌شو برای من بیارید. من سر عاصم ابن ثابت رو میخوام تا این مغزشو خالی بکنم، توی جمجمه شراب بریزم و شراب بخورم تا این سینه من، تا این خشم و کینه من آرام بشه. و هر کسی که این کار رو بکنه هر چی بخواد از اموال و دارایی بهش خواهم داد. جایزه گذاشت برای سر عاصم ابن ثابت. خب این خبر بین قریشیان پیچید و بین بالاخره اهل مکه و بین قبایلی که در اون اطراف بودن که هر کسی دنبال فرصتی باشه که بتونه یه روز عاصم ابن ثابت رو به دست بیاره تا برنده بشه این جایزه بزرگی که براش گذاشته شده. حالا مسلمانان برگشتن بعد از احد و هر کسی صحبت میکرد از میدان جنگ چه شده، از شکستی که خوردن، از قهرمانی هایی که بالاخره برخی از اصحاب نشون دادن. همشون بالاخره قهرمانانی بودن که در میدان جنگ بودن، طبیعت جنگ بود و همه ذکر میکردن که عاصم ابن ثابت چگونه میجنگه، چگونه جنگید و چگونه دفاع کرد و چگونه 3 برادر رو از یک خونه پشت سر هم دیگه چیکار کرد، کشت. 3 تا فرزند سلافه بنت سعد رو. و مردم با هم بودن آهای واقعا چیز خیلی عجیبی بود این نوع جنگاوری که اتفاق افتاد بود. بعد دیگه گفت یادتون میاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از جنگ بدر از ما میپرسید که شما چگونه در میدان جنگ خواهید جنگید؟ بعد عاصم ابن ثابت چی گفت؟ عاصم ابن ثابت گفتش که من اول تیر و کمانم رو میگیرم، در حالی که دشمن با من فاصله داره 100 متر مثلا 100 ذراع تقریبا یک فاصله بین نیم متر میشه، 60 سانت میشه، 100 ذراع با من فاصله داره، من تیر و کمان رو به دست میگیرم و شروع میکنم دشمن رو با تیر و کمان زدن. وقتی که دشمن نزدیکتر شد به من دیگه تیر و کمان رو میذارم کنار و مثل نیزه رو استفاده میکنم، از شمشیر استفاده میکنم و مثل شیر در وسط اینها میجنگم. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت بله این جنگه که شما تا زمانی که دورید از دور تیراندازی میکنید، نزدیک که شدید دیگه وارد میدان جنگ بشید، از هر طرف با دشمن میتونید مبارزه کنید، با شمشیر استفاده کنید و اگر هر کی میخواد بجنگه باید همین جوری بجنگه که عاصم ابن ثابت
توضیح داد و میجنگه. و اینجا صحابه گفتن یادتون میاد که پیامبر چی گفت در مورد جنگ؟ این همون عاصمه و نشون داد که چگونه در میدان جنگ باید مقابله کرد و مقاومت کرد و انسان لحظات خودش رو از دست نده. میدان جنگ هست در هر صورت. اما زیاد طول نکشید این ماجرا. بالاخره از اون ور جایزه گذاشته بودند و از اون ور مسئله به گونه دیگری بود. اون زن زار زار گریه میکرد و نوحه را انداخته بود و ثروت زیادی داشت، سلافه بنت سعد، و از این ور هم خیلی ها در طمع بودن. حادثه ای رخ میده، حادثه ای که خیلی قابل تأمل هست، حادثه ای که اون حادثه نشان از این داره که چگونه یک اتفاق میفته. من این یادآوری بکنم، عاصم ابن ثابت میدونید که برادر همسر حضرت عمر هست، برادر همسر حضرت عمر هست، همسر حضرت عمر که مادر عاصم هست، یعنی عاصم بنت عمر در واقع داییش عاصم ابن ثابته. خب میخوام این ارتباطات رو داشته باشید تا متوجه نکته سخن من بشید. حالا از اون ور دشمن هر لحظه و برنامه ریزی میکنه و میگن قبیله هذیل یک دامی رو چید برای اینکه بتونه عاصم ابن ثابت و برخی دیگه از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در کمین گیر بیاره و بفروشه به قریشیان مکه یا کفار مکه. خب تا روز دیگه و جلسه دیگه که ادامه داستان رو خدمتتون ارائه بدم. خدا یار و نگهدارتون.